سلام ببره بچهای عزیز، به کانال خودتون موبوچی خوش اومدین. اینجا کلی ترفند دارم که با اونا میتونی گوشیتو هایپرسونیک کنی. آقا الکی نیست این ترفندا. اگر از این دست محتوا خوشت میاد حتما سابسکرایب کن. با لایک و کامنتی که به من میدی باعث میشی انرژی بگیرم و از این دست محتوا رو با قدرت برات تولید کنم. VPNی که امروز میخوام براتون معرفی کنم VPN وارپه. البته هست یه 40-50 روزی که از کار افتاده و جواب نمیده، ولی اینجا کانال دکتر موبوچیه، ما این چیزا سرمون نمیشه، اونم براتون فعالش میکنیم. یه کانال تلگرامی دارم، لینک دانلودش رو اونجا قرار دادم، میتونید بیاد اینجا و روی این لینک بزنید. این VPN مولتی پلتفرم، اسمش وارپ، نمیدونم حالا قبلش بهتون گفتم یا نه، اسمش وارپ. تو تمام پلتفرما اجرا میشه، اتصال با کیفیت و قوی داره، هم گیم میشه باش بزنی و هم دانلود کنی. خیلی چیز خوبیه. خلاصه اینو من از اینجا دانلود کردم. اگر یه وقتی با دانلودش مشکل داشتین از گوگل پلی، حالا منطقه ایران رو نشون نداد یا هر مشکل دیگه ای، تو کامنت ها به من بگین، من فایلش رو تو کانال تلگرام براتون قرار میدم. این VPN رو باز میکنیم تا بریم با هم دیگه نحوه اون قلقی که بهتون میگم و اون فوت کوزیگری رو بهتون یاد بدم. کوزیگری خب گزینه ادوانس، آخرین گزینه رو انتخاب میکنیم. این وسط آیدی رو انتخاب میکنیم و کپیش میکنیم. یه بار برمیگردیم کانکشن آپشن، DNS setting، یه گزینه آخری هست، اینم انتخاب میکنیم و اون کد رو اینجا وارد میکنیم. حالا این کد چی هست دوستان؟ VPN رو بهتون گفتم از کار افتاده، جواب نمیده. با این حرکتی که زدیم یه قابلیتی تو این VPN اجرا میشه که بهش میگن زیرو تراست. حالا این زیرو تراست چیه؟ رمزنگاری میکنه سرور VPN رو که وصل میشه به اینترنت، اینجوری دیگه نمیتونن جلوشو بگیرن. البته یه نکته خیلی ریز دیگه هم بگم، برای فعال کردن این قابلیت باید از یه VPN دیگه استفاده کنید. خب این هم تست اتصال و ایناشه که با هم دیگه بررسی میکنیم. بله دوستان، میبینید که به راحتی وصل شد. برای اونایی که میخوان گیمم بزنن بازم بهتره که رو حالت DNSش بذارن. موقعی میذارین رو حالت DNS پینگ خیلی پایینی میاد، چون اینترنت رو با اصطلاح تونل نمیکنه، فقط DNS شما رو مخفی میکنه. خب دوستان، اگه از این VPN خوشتون اومد حتما تو کامنت ها بهم بگین، انرژی بهم بدین تا انشالله تو پست های بعدی بهتون یه VPN خفن دیگه معرفی کنم. شب و روزگارتون خوش.